خب با اجازه دوستان، سوالاتی رو که مرحوم فرمودید میخوانم و توضیحاتی عرض میکنم. نوشتن که در این پادشاهی آیا خداوند ختم و حشم دارد؟ جایگاه فرشتگان و پیامبران چیست؟ معاشرین دائم خداوند و به صلاح او می آیند، به زمین می آیند تا ارواح گمراه رو به سوی خدا فراخوانند. ببینید، به هر حال سخن در خداشناسی است دیگه. این خداشناسی رو ما باید تصحیح کنیم، یعنی واقعا هرچه دقیق‌تر برای اینکه یکی از بالاترین شناخت‌هایی است که در این دنیا برای ما حاصل میشه، از دانستن یک قانون فیزیکی، یک اصل بیولوژیکی، یک اصل ریاضی، واقعا بالاتر و مهمتر با سعادت ما ارتباط داره. واقعش این است که این تصویر خدای پادشاه تصویر ساده شده است برای ذهن‌های ساده، و وقتی که شما رشد میکنید به لحاظ عقلی که نمیتونید با این تصویر بسازید و از او استفاده کنید. مولوی میگه این تخیل، این تصور لعبت است، تا تو طفلی پس بدانت حاجت است. لعبت این عروسک. میگه این تخیلات و تصورات در حکم عروسکی، اسباب بازی، تا وقتی که طفلی، کودکی به اونها حاجت داری، با او بازی میکنی. اما وقتی که رشد عقلانی پیدا کردی، بلوغ فکری پیدا کردی، دیگه این عروسک ها به کار تو نمیان، دیگه تو رو نمیتونن سرگرم کنن. دیگه در اون وقت باید دنبال یک مفاهیم خیلی والاتر و عمیق‌تر ذهنی. خدای پادشاه خدای عامه است، خدای عوامه، خدایی است که از روی مدل پادشاهی در روی زمین گرفته شده است. خیلی ها را هم قانع میکنه، اقناع میکنه. فکر میکنن که یه کسانی هستن، مثلا وقتی که ما میگیم اولیاء خداوند، درست مثل یه افرادی که خیلی نزدیکن به پادشاه و اینا دوروبر او هستن همیشه، و اونها هم دارای قدرتی هستند که از پادشاه وام گرفتن و هر کاری دلشون بخواد به اذن اون پادشاه میتونن انجام بدن، در ملک او تصرف بکنن. وقتی که میگیم اسرار الهی، فکر میکنن مثلا منظور همون مطالب خصوصیه که پادشاه به اطرافیان خودش میگه و به اونا میگه اینا رو به کسی دیگه نگید، که اگه بگین مثلا کار خراب میشه، یه عده علیه ما شورش میکنن، یا اون رخنه های کار ما رو میفهمن و ممکنه از اون رخنه ها به ما ضربه بزنن. من خیلی یاد دیدم که واقعا اسرار جهان رو، اسرار هستی رو، اصلا این چه تصوری دارن. فکر میکنن یه حرفای خصوصی خداونده. من خیلی یاد دیدم گاهی به من باور کنید مراجعه کردن، حالا با چه تصورات باطلی، هم از اسرار خدا هم از بنده. فکر میکنم من پاره از اون اسرار رو میدونم و من بهشون میگفتم اصلا حالا بنده بدانم یا ندارم، اصلا معنای سر الهی این چیزا نیست. اصلا این تصورات خیلی تصورات کودکانه است واقعا، ولی رایج و تا بخواهید در اذهان، نه فقط ما مسلمانان و همه عوالم پیروان دینی چنین چیزی است. واقعا اسرار الهی من دیدم گاهی برای بعضی از منابع، مخصوصا یک از وعاظ که اکنون هم در ایران هست و خیلی هم سوکسته داره، پاپولاریتی داره، درست به دلیل همین شگردی که داره. من چند بار اتفاق افتاد که در پای منبرش بودم، در پاره مجالس ترحیم و امثال اینها که در اجبار رفته بودیم و گوش میکردیم. تمام شگردش همینه که یه سخنی رو میگه و میگه دیگه خدایا ببخش، من نمیخواستم اما مطلب به اینجا رسید. حقیقتا میگم و مبالغه نمیکنم، مطلب به اینجا رسید، دیگه دهن من باز شد، دیگه این راز فاش شد، دیگه از دهنم در رفت. حالا وقتی که شما خوب گوش میکنید که اون رازی که داره فاش میشه، اون سری که داره مثلا این بزرگوار میگه و میفروشه به مردم که اسرار الهی رو خدایا ببخش که دیگه نشد، من نتونستم خویشتن داری بکنم، از دهنم بیرون اومد. وقتی که نگاه میکنه که مثلا یه قصه، یه مثلا یه کسی یه جایی یه کاری کرده، چیزی به یه کسی گفته، یه خوابی دیده، این چیزا،
و اینا تبدیل میشه به چی؟ به این رازهای خداوندی. اصلا گمان نکنید وقتی که کسی مثل مولوی میگه چون ز راز و ناز او گوید زبان داید و صدق خواند آسمان محری، راز این چیزاست. حرفای پشت پرده مثلا یه چیزهایی رو خدا در گوش مردم گفته یا رو نگفته، یا مثلا این کلمات مقطعه‌ای که در ابتدای بعضی سوره هست الف لام میم، اینا اسراری است که بین خدا و پیامبرش. این اسرار که قرآن اومده اگه بناسی چیزای خصوصی باشه، اینا همون تلقی‌هایی است که باید اسمش کنه تلقی‌های خیلی ساده دلانه از رابطه خداوند با این جهان. ما مثلا خدا رو مال خودمون میدونیم، یعنی از صبح تا شب فرض کنید خدا که از خواب بلند میشه همش فکر ماست، و مخصوصا تو کشور ایران که چطور شد چطور نشد، مثلا این رو زمین بزنه اونو روی کار بیاره. پیغمبر امام زمانش هم همین جورن، یعنی امام زمان هیچ کاری نجز این که نماینده های مجلس رو بشینه امضا بکنه که مثلا اینا وارد مجلس. اینا رو من جزل عرض میکنم، اینا جزء آفات فکر دینی ماست. اگر واقعا خدایی وجود داره، اگر واقعا امام زمانی وجود داره، اینا مال همه مردمن. برای امام زمان آمریکا هیچ فرقی با ایران نداره، برای خدا هم چین و آمریکا و هند هیچ فرقی با ایران نداره. این دنیا رو که خدا درست نکرده برای 4 تا شیعه‌ای که تو ایران نشستن و بعد بقیه رو فراموش کرده. یعنی که این خدا چه خدایی که اینقدر اختصاصی ما شده؟ ما باید از روی اینا بفهمیم که ما درکمون از این چیزا فوق العاده غلطه، فوق العاده بیراه هست. خدایی که مال همه تاریخه، مال همه هستی، همه مخلوقات به یک اندازه به اون نزدیکی و دورن، با همه یک رابطه داره، همه رو دوست داره، فکر همه است. ما تبدیلش کردیم به یک پادشاهی که حاکم شهر خودمونه و فقط هم فکر ما هست. ما بگیم، ما بهش بخوایم، به ما بده، به ما نده. اینه دیگه، تصور اینه. در حالی که شما وقتی که این خدا رو از این حاکم لوکال، از این مأمور خیلی کوچک کم قدرت و منطقه‌ای بیرونش بیارید، تاریخی کنید، جهانی کنید، به ابعاد تمام هستی در بیارید، اون موقع اصلا یه خدای دیگه رو شما میپرستید، یه درک دیگه از اون دارید. متوجه میشید که اصلا روح خودتون بزرگ میشه، با یک چنون خدای بزرگی آدم بزرگ میشه. اصلا این قطره وقتی به دریا وصل میشه تازه دریا میشه. همیشه این تصویری است که عرفا هم به ما گفتن دیگه، گفتن برای اینکه بزرگ بشین با بزرگا بنشینید. با آدمای کوچیک شما هم کوچیک میشید. این جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. بس به او پانی شد و ذاتش بقا، سپس نیکم شود نیبرنم. یک کوزه آب محدود در وجود توست، اینو به دریا وصلش کن. خم که از دریا در او راهی بود، پیش او جیحون‌ها زانو زند. یه خمی اما دریا به تو راه داره، تو خود دریایی، تو خداست. ولی یه خدای کوچولو محدودی که فقط به قد و قامت خودمون ساختیمش، همین فکرش و زورش و اصلا دغدغه هاش هم قد خود ما هست. و بعدم یه توقعاتی ازش داریم، یه جورایی باهاش صحبت میکنیم، یه بالاخره نسبتی بین او و جهان برقرار میکنیم که خیلی بیراه است. لذا پاسخ من به دوستمون که می‌فرمایند که آیا اینا معاشرین دائم خداوندن و به صلاح او به این دنیا میان، ما هممون معاشر خداوندیم، ما همنشین او هستیم، کنار او هستیم. مولوی مثال خیلی خوب میزنه، میگه ما مثل شاخه های هستیم، هممون تو آفتابیم. نیکو اون قربت شاخ طری که ثمار پخته از بین میبریم. میگه قرب بر انواع باشد ای پدر، که چند جور نزدیک شدن داریم. یکی همین نزدیکی و مجاورت فیزیکی ناست، یکیش هم در تمثیل زیبای به عبارت است از نزدیکی که همه درخت‌ها با آفتاب دارن. یه همونن. حالا یکی درخت آلوالو، یکی درخت سیب، یکی سبز، یکی زرد، اما همه قوطه میخورن تو آفتاب و آفتاب چیه؟ میتابه بر همشون به طور یکسان. این همون تصویر درستی است که ما از خداوند داریم، یک خورشید جهانی که نه فقط مال خاک ایران، نه فقط مال خاک ترکیه است،
همه کره زمین رو میتابه، همه رو فرا میگیره، درختای این سوی جهان رو، درختای اون سوی جهان و همه میوه میدن به فضل او، با تابش او، با انرژی نورانی خورشید. این تصور رو برداشته باشه. و بعضیا به این خدا نزدیکترن، معناش این هستش که از یک کمالات بیشتری برخوردارن. چون ما نزدیکی فیزیکی که نداریم به خداوند، که معنا نداره اون که جایی نیست که ما بگیم مثلا 50 کیلومتر پی کنیم به اون نزدیکتر بشیم، حرفا نیست. نزدیکتر شدن یعنی شما صفات خدایی بیشتری پیدا کنید. همچون سنگی کو شود کل لعلناب، پر شود او از صفات آفتاب. توجه میکنید اون نزدیک شدن به خدا این آدم بود که با کمالات بیشتری داره، علم بیشتری داره، هنر بیشتری داره، اخلاق بهتری داره، این به خدا نزدیکتر دیگه. همینو بس، چیز دیگری نیست. و اگر ما از اولیاء خداوندم سخن میگیم به دلیل همین صفاتی که دارن، یعنی اتفاق دیگری نیفتاده است. دوست داشتن خداوندم اصلا به معنای عاطفه انسانی نیست، یعنی اینکه خدا ما رو دوست می‌داره. اینجوری نیست که قلبی داره و دلی داره و وقتی یکی رو دوست داره خدا معناش اینه که خیلی چیزا بهش نعمت‌ها بهش داده. این معناش اینه که یعنی دوستش داره، یعنی یه آدمی است که واجد یک کمالات ویژه‌ای است. معنای دوستی همینه، چیز دیگری نیست. و این یکی از مهمترین وارنینگ‌ها و هشدارهایی بود که قرآن به همه ما داده که یهودی‌ها میگفتن که ما دوستان خدا فقط ما رو دوست داره، ما مردم برگزیده خداوندیم. این آفتی است که ممکنه هر قومی به او مبتلا بشن و ما باید حذر کنیم از این که مبتلا به این آفت نکنیم. قوم هر کسی به اندازه کمالاتی که داره به همون اندازه مورد نظر خداوند است و میتوانه بهره خودش رو هم افزونتر